موضوع ما کاهش مصرف برق هستش. وسیله بانک خازنی اکتیو توانی که تجهیزات استفاده میکنن و وسیله اون توان میتونن خروجی داشته باشن. مثلا چراغ روشنایی تولید میکنه و موتور گردش انجام میده، اما این تجهیزات توان روی هم از شبکه میگیرن و جذب میکنن اما ذخیره میکنن و اون رو بروز نمیدن و اصطلاحا میدان مغناطیسی به وجود میارن، مثل ترانس‌ها، موتورهای الکتریکی و لوازم الکترونیکی. حالا راهکار برای حذف این توان چیه و ما چیکار باید بکنیم؟ یکی از راهکارهایی که ما به شما توصیه می‌کنیم و در علم ثابت شده است استفاده از خازن‌های جبرانساز توان رآکتیو، به این صورت که این خازن‌ها باعث حذف خاصیت موتوری و حذف میدان‌های مغناطیسی ذخیره شده در این تجهیزات میشه که تو ساختمان‌های مسکونی ما هم توی تابلوهای مشعاعات که برق مشعاعات رو اصطلاحاً تغذیه می‌کنه این خازن‌ها رو قرار میدیم و هم داخل منازل. و از طرف دیگه هم برای اون ساختمانایی که برقشون به صورت کلی تغذیه میشه مثل ادارات و ساختمان‌های تجاری که یک تابلو برق مرکزی دارن، ما اون تابلوها رو داخل همون تابلوی اصلی قرار میدیم. اما نمونه از کاهش مصرف برق و حذف توان رآکتیو رو تو این قوس دارم به شما نشون میدم. همونطور که تو تصویر بالا ملاحظه می‌فرمایید مبلغ رآکتیو و میزان برق رآکتیوی رو که این ساختمان استفاده کرده رو نشون میده و ما بعد از اینکه این خازن رو توی اون تابلو اصلی نصب کردیم و معامله حدود 10 میلیون تومان از برق مشاهدهشون رو صفر کردیم. و از مزایای این خازن‌ها بخوام خدمتتون بگم، اول از همه کاهش مصرف برق، دوم حذف توان رآکتیو و بعدیش اینه که کیفیت توان شبکه رو میبره بالا و هارمونیک‌های مضر رو از بین میبره. تو این قسمت نکته‌ای که حائز اهمیت هست این که برای برق خونه و برق خانگی اصطلاحاً توان رآکتیو رو از مقداری رو شرکت برق به بعد جریمه میکنه. لذا استفاده از خازنات توی همه منازل ضروری به نظر میرسه، چون باعث میشه که اون زاویه فاز از بین بره و مصرف برقتون کم بشه، حتی اگه توان رآکتیو رو براتون شرکت برق جریمه نمیشه. و ما در خدمتتون هستیم. شرکت علمی تنها نماینده رسمی در خراسان رضوی هست که میتونیم خدمات فروش و پس از فروش رو به شما ارائه بدیم.